پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدمت پیغمبر میکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه حضرت ربیعه را خدمت صحابه همی بود که میایستادن انتظار میشیدن مبادا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا رخت نمیرود، نیاز به طهارت میشود، در آب طهارت میگرفتن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم آب میریختن. خلاصه خدمتشان نمیخواد. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگه ربیعه را نگاه کرد و گفت شب بود، میگه شب هر دوشان تنها بودن. گفت ربیعه، گفت ربیعه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت در این نیمه شب یگان خواهش داری، یگان خواهش داری، یگان حاجت و یگان طلب داری که من دعا کنم و الله تو را بده؟ گفت بله حبیب خدا، یک خواهش دارم. گفت چی خواهش داری؟ گفت اسألک مرافقتک فی الجنه. حبیب خدا یک خواهش دارم، همه جمع خواهشام همین است، فقط یک خواهشم همین است که از الله طلب بکن تا که در جنت مرا در همسایگی تو نصیب روزی گردان. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس. سلام علیکم برادرها بسیار شما میپرسید برای همین که مریضان هستای دارو بله هستای پیزوستای گیتای بندکس هم برای کودکان هم برای آدمای کلانسال بندکس تبلیغش استفاده میبرند در کورس لشینی سپچکشه. آدمایی که مثلا سن سالشو کلان باشن میتونن استفاده برن، آدمایی که سن سالشو خورده یعنی 10 ساله پایانن سیروپ هستای کورس لشینی یکتاش دستش نای به حد افکت خوب نشون میده. کودکایی که لاغرن میتونه که محبا باوری کنید همین توصیه که من بوده میتونه که کورس لشینی در یک دونه که خرید برای کودکاتون استفاده برن. انشالله که هم تاریخ خرش رو بسیار میشه، همچنین میتونن که ویس بگیرن بعد همین دور وقتی که ارگانیسم از شرکت کیما بریزونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بگو تا که در جنت مرا در همسایگی تو نصیب روزی گردان. ربیعه را بگی خواهشم حبیب خدا، خواهش من همین است که دعا بکو خداوند در قیامت در جنت در پهلوی تو باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ربیعه چیز دیگر بخواه، اگر چیز دیگر نمیخواهی گوی حبیب خدا هیچ چیز دیگر نمیخواهم، همین از خواهشم که از درگاه الله طلب بکن تا که پروردگار مهربان مرا فردای قیامت در پر تو همسایگی نصیب و روزی گردان. ببینیم محبت صحابه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ربیعه نباشم به سجده بسیار مرا کمک بکن، یعنی سجده زیاد بکن تا که من نزد الله همی درخواست بکنم و خدا تعالی چنین نصیب و روزی بگردم. ببینیم محبت صحابه. ولی روایت بخاری است، میگه یک نفر آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اون که صحابه شده بودن، بسیاری شیشته بود. آمد و پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو پروشیش. گوی همین خدا من یک سوال دارم. گفت چه سوال داری؟ بگو سوال. گفت متى الساعه؟ قیامت کی میشه؟ قیامت کی میشه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاهش کرده، وقتی قیامت پرسید گفت ما اعددت لها، برای قیامت چی آمادگی دیدی؟ چی تیاری دیدی برای قیامت که از قیامت سراغ بگیری؟ این صحابه هم بسیار یک سخنی زیبا بود. گفت حبیب خدا او نماز ندارم با او تکیه بکنم، او روزه ندارم، او قدر چیزی ندارم که با او تکیه بکنم، لیکن یک خصلت خوب دارم، یک چیز دارم، امیدم به همان است که خدا با همین خصلتم مرا انشاءالله درجه نصیب میگردانه. گفت چه خصلت است؟ چی داری تو؟ چی داری که این قدر قیامت سراغ میکنی؟ عجیب است انسان بگوید قیامت کی میشه؟ ولی ما و شما رو بگن قیامت بترس، ساعت قیامت بترس، ما و شما مقصد طبیعت ما ناخوش میشه بود. اینا میگن قیامت سراغ میکنن. چی داری گفت از قیامت که سراغ میکنی؟ رو این
احب الله و رسول. یک چی دارم گفت، خدا و پیغمبر رو دوست می‌دارم. هیچ چیزی دیگر خدا و پیغمبر رو دوست می‌دارم و امیدم از خدا همین است که و این دو چیزی که من دوست می‌دارم خدای مهربان این محبت من قبول کنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشحال شد و گفت روز قیامت با کسی هستی که اونها رو در دنیا دوست می‌داری. در دنیا هر کسی رو دوست داشتیم برادران عزیز، ما فردا حشر با اونها میشیم. حالی ما میگیم پیغمبر رو دوست می‌داشتن، صحابه دوست می‌داشتن، ما باید دوست بداریم، ما باید دوست بداریم. چرا؟ یه سوال در موبایل می آید، شاید کسی بپرسه چرا ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست بداریم؟ چون که او پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را از جان زیادتر دوست می‌داشت. نه تنها این که ما و شما از جان زیاد دوست بداریم، بلکه او پیش ای که ما دوست می‌داشتیم از جان زیادتر ما و شما را برادر عزیز دوست داشته است، از جان زیادتر. عبدالله ابن عمرو حدیث روایت میکنه، میگه بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای حضرت ابراهیم خواند. دعای حضرت ابراهیم دعا کرده بود، از آیه قرآن است. رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم. پروردگار حضرت ابراهیم دعا کرد که خدایا این بت و بت پرستا بسیاری از انسانها را گمراه کردند، هر کسی پیروی من شد خدایا او ایمای، هر کسی پیروی من نشد پروردگار خودت میدانی و ما خودت میدانی و ما. ما دعای حضرت عیسی علیه السلام خواند. حضرت عیسی هم دعا کرده بود. همین یک حدیث دعای هر پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواند که حضرت عیسی هم دعا کرده بود است که پروردگارا ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. پروردگارا اگر همین گناهکارا را، همین بنده‌ها را حضرت عیسی دعا کرده است عذابشان میکنی، خدایم بنده‌های توام، خودت میدانی و این بنده‌هات، اگر عذابشان میکنی بنده‌های توام، اگر میبخششان خدای تو بخشنده هستی. این دعا را دو پیغمبر کرده است. میگه پیغمبر خودمان صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر میگه همین دو دعای پیغمبرا را خواند و رفع یداه، دستاش بلند کرد به درگاه الله و صدا میزد اللهم امتی اللهم امتی اللهم امتی و هو یبکی. ببینی برادر پیغمبر نگفتن ای خدایا پیغمبر ما را ببین ای جان زیادتر دوست داشت، نگو گناهکارا همینا خودت میدونی گناهکارا اینا جدا نکرد، دعا کرد گو خدایا امتم، خدایا امتم، پروردگار امتام. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گریان شد، میگه گریان کرد، آبای چشم مبارک از چشما ریخت. پروردگار مهربان در حال جبرئیل روان کرد، گوی جبرئیل برو از حبیب من بپرس چرا گریه میکنه، در حالتی که منی الله از گریه او خبر دارم، اما بپرس که چرا گریه داره. جبرئیل آمد گوی حبیب خدا الله به تو سلام میگه و میپرسه که چرا گریه داری، گریه شما بهر چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوی جبرئیل گریم برای امتم است، گریم برای امتم است. تا ملاحظه اشاره کردن هیچ بار برای پیغمبر گریستی؟ هیچ بار برای پیغمبر گریه کردی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برادر عزیز هر شب و روز برای امت گریه میکرد، هر شب و روز، هر تنهایی میافت، هر جای تنهایی میافت و در درگاه الله دست میبرداشت خدایا امت، خدایا امت. حبیبی خدا گفتن جبرئیل برای امتم گریه میکرد. جبرئیل یعنی نزد الله را گوی الله تو خبر داری و باز هم که میپرسی حبیبی تو برای امتش گریه داری. مولای جمعه هم خدا رحمت کنه از زبان پیغمبر میگفت برای امت بگریم نه برای خیش. هیچ بار پیغمبر برای خودشان گریه نکرد، هیچ بار حبیب خدا برای خودشان گریه نکرد. برای امت بگریم نه برای خیش، برای امت هم گریه نکرد، برای جان خودش هیچ بار گریه نکرد. الله مهربان جبرئیل روان کرد برای حبیبی من رو بگو حبیبی من ما هیچ وقت امت تو را فراموش نکردیم.
انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. حبیبی من، ما تو را در باره امتت رضا میکنیم، نعمت میتیم و درجه برای تو امتت میتیم که تو رضا میشی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تو را درباره امتت راضی میکنیم، درباره امتت راضی میکنیم. حالی روایت آمده است که همین سوره والضحی و سوف یعطیک ربک فترضی، همین آیه نازل شد، همین سوره مبارک پیغمبر صلی الله علیه و همین آیه را خواند. الله میگه حبیب من تو را نعمت نصیب میکنم که از پروردگارت اعلام رضایت میکنی، از پروردگارت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها میگه در گرد پیغمبر ششته بودیم، ناگهان حبیب خدا گریه کردن، همین سوره را خواندند، به همین آیه آمدن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناگهان گریه کردن و سر بلند کردن، گفتن ای الله به عزت جلال تو قسم هیچ وقت اعلام رضایت نمیکنم تا زمان یک امتون در دوزخ باشد. اگر یک امتون در دوزخ باشد من هیچ وقت اعلام رضایت نمیکنم، هیچ وقت. توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای امت چقدر محبت داشتن. روایت حدیث صحیح است برادر عزیز که فردای قیامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در جنت میرم، اولین نفری که جنت میدره من هستم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنت تفتح میکنم، از داخل صدا میشه و کی هستی؟ میگم محمد هستم صلی الله علیه و سلم. از داخل صدا میشه مرحبا مرحبا، خوش آمدی خوش آمدی ای نوری دیده، خوش آمدی. ما از جانب الله وظیفه داریم، فرمان داریم که در جنت پیش از تو برای هیچ کسی باز نکنیم.